سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من کاظمم از کانال تکگو و امروز با این سیستم زیر 10 میلیون تومان در خدمتتونیم. بچه‌ها این کانال تازه تأسیس هستش. اگه دوست دارید از این قبیل ویدیو و اخبار تکنولوژی رو داشته باشید میتونید کانال رو ساب کنید. خب بدون معطلی بریم سراغ سیستممون. من یه بار مشخصات رو سریع میگم. این سیستم از یک مادربرد H510MK استفاده شده، یه دونه CPU i3 از سری 1000، رم 8 گیگ از کورشیال استفاده شده با باس 2666 و قاب کیسمون هم تسکو هستش و همینجوری پاور گرین 480. خب بچه‌ها سیستم ما از یه دونه CPU i3 100F استفاده میکنه و شما میتونید یک هزینه بیشتری بدید و یک گرافیک هم بگیرید که استفاده گیمینگ در کنار این سیستم داشته باشید. این CPU راحت تا 3060 رو میتونید استفاده کنید و مشکل پیش نیاد واسهتون. و اینکه مشخصاتش رو بخوام واسهتون بگم، 4 تا هسته داره، 8 تا ترید داره، یعنی 8 تا رشته داره و اینکه فرکانسش رو از اون میخونم اشتباه نگم 3.6 گیگاهرتز تا 4.3 بوست میشه، یعنی خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید تو گیمینگ و کارهای خونه اصلا شما رو اذیت نمیکنه. خب بچه‌ها قیمت CPU هم از 2700 اینا شروع میشه تا حدود 3 خورده. اگه سری گرافیک دار بخواید از 4500 اینا شروع میشه دیگه، تا هر چقدر دوستان عزیز لطف کنن به شما بفروشن. بعد از اون من مادربرد H510MK رو انتخاب کردم، یک مادربرد اقتصادی به صرفه با امکانات خیلی خوب که 2 تا اسلات رم داره و یه دونه اسلات M2. بعد از اون هم یه رم 8 گیگ کورشیال فرکانس 2666 انتخاب کردم که 8 گیگ هستش و واسه کارهای خونه شما راحت اوکی میکنه و جا نمیذاره و هیچ جا اذیتتون نمیکنه. ولی اگه بخواید استفاده گیمینگ بکنید باید 2 تا بخرید یا یه دونه 16 گیگ ترجمه بگیرید که بعد باز اگه خواستید ارتقا بدید یه 16 دیگه کنارش بذارید، چون این مادربرد تا 64 گیگ رم ساپورت میکنه. پاوری که واسهتون انتخاب کردم یه پاور گرین هستش و 480 وات هستش که بعدها اگه بخواید گرافیک بذارید یا همون اول کار گرافیک بذارید 480 وات پاور توان داره و میتونید کارت گرافیکای حالا قدیمی تر رو مثلا RX 580 چه میدونم 1660 Ti چیزا اینجوری راحت روش سوار کنید، مشکل واسهتون پیش نیاد. قیمت پاور هم از 1.700 شروع میشه تا به بالا که من اینو خودم استفاده کردم، میدونم چیز خوبی هستش، واسه همین توی این ویدیو استفاده کردم به کار بردم. خب بچه‌ها قاب کیس هم از تسکو داریم 4478 قیمت 850,000 تومان، 2 تا USB 2 داره و فن عقب فکر نمی‌کنم روش نصب شده باشه، یک جای فن عقب داره و علاوه بر اون جک صداها هم داره، یعنی هم میکروفون هم هدفون. خب هارد این سیستم به انتخاب خودتونه، میتونید هارد HDD بگیرید یا SSD بگیرید بسته به استفاده‌ای که میخواید انجام بدید. من پیدا کردم که یه دونه 500 از 330 تومن شروع میشه HDD، SSD هم یه دونه 500 حدود 1.5 اینا پاتون میخوره، یه برند خوب بخواید بگیرید. اگه میخواید استفاده خونه داشته باشید حتما SSD استفاده کنید، ولی اگر میخواید گیمینگ کنید این سیستمو حتما یه دونه هارد HDD بگیرید و یه دونه SSD. یه 120 بگیرید واسه ویندوزتون، یه هارد HDD هم بگیرید حالا 1 ترا یا 500. خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروز، امیدوارم ازش لذت برده باشید. یه سیستم اداری خونگیه که میتونید کاراتون رو باش راحت انجام بدید و حالا اگه گرافیک بزنید گیمینگ هم میشه. اگه دوست داشتین از این سری ویدیو بیشتر ببینید خوشحال میشم کانالم رو ساب کنید و نظرتون رو پایین بگید و دوست دارید ویدیوی بعدی چه نوع ویدیویی باشه و من سعی میکنم انتهای ویدیوهای سیستمای گیمینگ حتما یه بخشای از این سری بازی رو جدا کنم و اونا رو قرار بدم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.